و 8 ماه شمشیر از دوشش بر زمین نمیذاره. 8 ماه میجنگه. پس این رجلون من آل محمد 8 ماه میجنگه. با کی میجنگه 8 ماه؟ با سفیانی. سفیانی که آخرای محرم، قبل آخرای ذی‌حجه، قبل از محرم میرسه به ایران و با این رجل آل محمد درگیر میشه. درسته؟ وقتی که این سفیانی با این رجل آل محمد درگیر میشه 6 ماه بعد از خروج سفیانیه، چون میفرمایند 6 ماه طول میکشه که شام رو بگیره. از رجب تا 6 ماه میجنگه، شام رو میگیره، بعد میاد ایران. 6 ماه بعد از رجب نزدیکای محرمه، نزدیکای ظهوره. 6 ماه بعد از خروجش میرسه به ایران، یعنی دمدمه های ظهور میرسه، قبل از محرم میرسه. و قبل از محرم که به ایران رسید، لشکرهای خراسانی و این رجل آل محمد با اون 12,000 نفر که شعارشون احمد احمد هست شکست میدن و 8 ماه طبق روایت میجنگن. با کی؟ با سفیانی. این 8 ماه بعد از ظهوره. بنابراین فرمانده جنگ امام زمان در جنگ با سفیانی یمانیه. لشکر امام زمان همون 12,000 نفر هستن که تحت امر یمانی هستند. 10 الی 15,000 نفر در یه روایت دیگه. مینیمم حداقل 10,000، حد اکثر 15,000 نفر. و اینا میان میجنگن و سفیانی رو نهایتاً بعد از 8 ماه جنگ شکست میدن. یعنی سفیانی 6 ماه میجنگه تا شامو بگیره، 1 ماه میاد تا ایران، تو ایران میجنگه و خصم میشه. این میشه 9 ماه، یعنی 7 ماه. عذر میخوام، 6 ماه و 1 ماه 7 ماه. 8 ماه هم بعد از ظهور میجنگه، میشه 15 ماه. و در حدیث فرمود که سفیانی تمام عمرش 15 ماه از خروج به بعد. 6 ماه میجنگه، 9 ماه حاکمیتش. حمل و امرأه اندازه مدت حامله بودن یه خانم 9 ماه میشه. 6 ماه میجنگه، 9 ماه بعد از تصرف شام که 1 ماهش قبل از ظهوره، 8 ماهش بعد از ظهوره. فرمود رجلی که از آل محمد قبل از خروج در مشرق میاد، یعنی در ایران میاد، همونی که رجلی که 12,000 نفر رو رهبری میکنه، یقودهم شاب هاشمی، یقودهم رجل من آل محمد، این 12,000 نفر رو این رجل آل محمد فرمودن 8 ماه شمشیر رو زمین نمیذاره، میجنگه تا سفیان رو شکست میده. بنابراین یمانی طرف مقابل سفیانیه. خروج سفیانی و خراسانی و یمانی 1 روز با هم جنگشون شروع میشه تا شامو میگیره. حالا سوال اینجا پیش میاد که اگر سفیانی میاد ایران بعد جنگ شروع میشه، پس چطور اینا خروجشون 1 روزه؟ چون 6 ماه پیش سفیانی خروج کرده. بله، به احتمال قوی این شکلی هست که امروز جنگ ها بلافاصله زمینی شروع نمیشه. قدیم جنگ ها بلافاصله زمینی شروع میشد، سرباز با سرباز. امروز ماه ها یه وقت میبینی فقط بمب و موشک و هواپیماست تا میرسه به زمینی. اینجا اون سفیانی میاد شام، ولی ایران و نیروهای خراسانی تو شام میرن کمک نیروهای مقابل سفیانی و احتمالاً جنگ هوایی و بمب و موشک هم شروع میشه با ایران وقتی که وارد این کمک شد. در نتیجه جنگ شروع میشه و همزمان هم یمانی احتمالاً با همون شروع جنگ نیروهاشو آماده میکنه، آماده جنگ میشه. اما نبرد زمینی 6 ماه بعد شروع میشه. جنگ همزمان شروع میشه، اما نبرد زمینی بین سربازا 6 ماه بعد که به ایران میرسن شروع میشه. شکست میخورن. 8 ماه هم بعدش این لشکر شکست خورده رو لشکر یمانی تعقیب میکنه تا تارمارشون کنه در فلسطین و فلسطین رو آزاد کنه. بنابراین یمانی میبینیم که احدالرایاته، فرمانده لشکر امام زمانه. لشکر امام زمان رو جمع میکنه
و قطعا در ارتباط با امام زمانه، وگرنه معیار بهشت و جهنم نمیشد، عهد الرایات نمیشد. و شکستنده سفیان، درصد که این شناخت از یمانی هیچکی نداره، هیچکی نداره. چرا؟ دلیلش خیلی ساده است، چون درس‌ها رو نخوندن. درس‌ها احادیثن. امتحان ظهور سوالا رو کسی میتونه جواب بده که درس‌ها رو خونده باشه. درس‌ها کدومن؟ احادیث اهل بیت. کسی میتونه در امتحان ظهور جواب درست بشه و بده و پیروز بشه و قبول بشه که درس‌ها رو خونده باشه. درس‌ها هم احادیثن. یعرفونه الذین یروون احادیثنا. و به اضافه این که زمانش رو بشناسه. قبلا یه بار عرض کردم کسی بشینه 100 سالم تو گوشه خونه در رو ببنده احادیث بخونه ولی زمانش رو نشناسه، فایده ای نداره. عارفاً به زمان. باید فرزند زمان خودش باشه، زمانش رو بشناسه، آرایش نیروهای زمان خودش رو بشناسه، فضای سیاسی جهانی زمانش رو بشناسه. وگرنه عابد زاهدی که رفته تو جنگل زندگی میکنه و نمیدونه که قرن 5 یا قرن 20 براش هم هیچ فرق نداره، هیچی هم از زمانش نمیدونه، همه احادیث هم بخونه، تو خلأ میخونه. این احادیث در اجتماع آخرالزمان معنیش پیدا میشه، در روابط سیاسی آخرالزمان پیدا میشه معنیش. وقتی حوادث زمان خودش رو، فضای اجتماعی زمان خودش رو، روابط سیاسی زمان خودش رو، روابط جهانی زمان خودش رو نمیشناسه، اینه که درس رو خونده ولی سالن امتحان نرفته. آیا فقط خوندن درس کافیه یا باید برید تو سالن امتحان بشینی شرکت کنی؟ سالن امتحان زمان ظهوره، باید زمانت رو بشناسی، جامعه رو بشناسی، دشمنان رو بشناسی، دوستان رو بشناسی، صفبندی‌های سیاسی نظامی زمانت رو بشناسی، صفبندی سیاسی جهانی رو بشناسی. اونجاست که درس‌ها به دردت میخوره، سوالا اونجا مطرح میشه. اگر اونا رو نشناسی، احادیث رو بخونی، یعنی خوندی ولی سالن نیومدی، سالن امتحان باز رد. ما وقتی احادیث رو بشناسی، درس رو خوب بخونی، زمانت هم بشناسی، گوش به زنگم باشی، این سفیانی، اینم خراسانی، میتونی بشناسی. یمانی هم بلند میشه میگه انا الیمانی، خودشه اومد، میگه به طرفش دیگه. چون و چرا و کی گفته و مرجع تقلید من اینو نگفته، تو این باطلاق ها گیر نمی کنی. آیا دیگه سومین فاکتوری وجود نداره؟ اگر کسی آگاهی به این احادیث داشته باشه، جهانش هم بشناسه، ممکنه یه مشکل درونی خودی هم باشه. شرط یکشه، عنایت خدا، شرط یکش، بله، شرط یکش اینه که دل پاک داشته باشه، مؤمن باشه، تسلیم خدا باشه، تسلیم نفس و شیطان نباشه. اولا تسلیم نفسش باشه و تسلیم شیطان باشه که اصلا هرگز نمیره تو رفع احادیث. اگرم بره برای هوای نفسانی میره، مثلا میره احادیث رو بخونه که یمانی و طرفداراشو بکوبه، این شیطانی، از خوندن احادیث خوندنش هم شیطانیه، گمراه تر میشه. بلکه با دل پاک بگه برم ببینم خدا آخر الزمان چجوری معرفی کرده به حجتاش و حجتاش به ما چجوری معرفی کردن، یمانی کیه، چیه، چجوری میاد. این دیگه دوتا شاخ نداره که به همه شاخ بزنه، بلکه دنبالش میگرده. تا اومد گفت من یمانی هم شاخوشونه نمیکشه که خوش آمدی، چه خوب، و امتحانو جواب میده و از رستگار میشه. اینا اون عواملیه که ما رو کمک میکنه در آخر الزمان، در اون بحبوحه حیرت ها و
هرج و مرج ها و سرگیجه ها سرگیجه نگیریم، بشناسیم حقیقت. انشالله خداوند کمک کنه که هممون از این امتحان